10 ماه پیش که اینجا رو ساختم قرار بود صرفا یه جایی باشه برای حرف زدن و صحبت کردن، بدون هیچ تکلفی و راحت. اما حقیقتش بعد چند تا ویدیویی که گذاشتم یهو کلا شرایطم تغییر کرد و عوض شد و در این حال در کنار اینها با یه خبکچی بزرگی مواجه شدم که این باعث شد دیگه رقابت نکنم که بیام میکروفون و دوربین رو روشن کنم و شروع کنم به صحبت کردن. این خبکچی هنوز هم باهامه، اما این روزها که حالم زیاد خوب نیست ترجیح دادم بیام و صحبت کنم، بیام یکم در مورد دغدغه هام، در مورد ذهنیاتم، در مورد مسائلی که درگیرم کردن حرف بزنم. چون این کانال اصلا قرار بود یه جایی باشه در این باره، درباره این که من کیم، چیم، چی کارم و چی توی فکر و کلم میگذره. این روزها خیلی خوب نیستم و داشتم فکر میکردم چه حرفی دارم که بتونه یه ذره هم که شده برای کسی مفید باشه. ولی بعد از یه مدت دیدم این خیلی شعاریه، خیلی همون کاریه که همه میکنن، مخصوصا توی همین فضای یوتیوب فارسی کاریه که همه میکنن دیگه. میان دوربین رو روشن میکنن، میکروفون رو روشن میکنن، میشینن، یه ستاپی میچینن و شروع میکنن به صحبت کردن و به نصیحت بقیه. و راستش خلاف این کار رو کردن خیلی راحت نیست و اگه الان به زبان بدنم هم دقت کنید ببینید که مشخصا خیلی راحت نیستم که در این باره صحبت بکنم. چون کی راحته بیا در مورد افسردگی و بیپولی و دردهایی که باهاش مواجهه بیاد روی دوربین و برای آدم ها صحبت کنه. شروع کردم به گشتن، یکم سرچ کردم که ببینم آدم هایی بودن و هستن مثل من یا قبل از من که توی همین فضا این مشکلات رو داشته باشن و مثل من شروع کرده باشن به حرف زدن. و راستش چیز خیلی خاصی پیدا نکردم، چون یه چند تا ویدیو از رائفی پور اومد بالا، یه چند تا ویدیو با چهره خندان و اینا اومد بالا و دیدم نه، آدم ها وقتی توی اون درد هستن خیلی یا حرف نمیزنن در مورد اون دردی که دارن تحمل میکنن، دارن میکشن، یا راحت نیستن با حرف زدن در موردش و اون رو موکول میکنن به بعد از اینکه اون دوره سخت رو گذروندن. اما خیلی برام جالبه که الان حدوداً 3 دقیقه و خورده از زمان ویدیو گذشته میبینم که من هم دارم یکم شبیه اون آدم ها میشم. یعنی چی؟ یعنی انگار که این افسردگی که تو رو درگیر خودش میکنه درسته میگی از بیپولی میاد. الان من درگیر افسردگی بیپولی هستم، اما یک قسمتیش برمیگرده به افسردگی بیکاری. یعنی آدم به یه دوپامین حاصل از انجام یک کاری و رضایتمندی حاصل از انجام اون کار وابسته میشه و وقتی میاد اون کاره رو انجام میده، اون شاخ قوله رو میشکونه، انگار یکم حالش بهتر هم میشه. اما سوال برام که چرا آدم ها نمیتونن در مورد سختی هایی که میکشن راحت جلوی دوربین و جلوی میکروفون، یا بهتر بگم جلوی دوربین صحبت کنن. ما میبینیم که آدم ها توی پادکست ها میان در مورد مشکلاتشون صحبت میکنن، در مورد سختی هاشون، در مورد زندگیشون، میرن توی توییتر، توی کانال شخصیشون مینویسن، اما این براشون سخته که بیان رو در رو یا جلوی دوربین صحبت کنن. چرا واقعا؟ راستش من خودم به جواب خیلی دقیق و درستی نرسیدم و صرفا دارم بهش فکر میکنم و به قول آقای کیارستمی هم کار ما این نیست که به سوال جواب بدیم، اینه که سوال مطرح کنیم. حالا ما کجا و بزرگوار کجا؟ این خیلی برام جالبه که اصلا من واقعا قرار اینجا به چیزی جواب بدم، راه حلی رو قرار مطرح کنم؟ راستش نه در اون جایگاه هم، نه فکر میکنم هیچ آدمی زادی میتونه این کار رو بکنه. حالا بگیم طرف روانشناس، کوچه، یعنی لایف کوچ و اینا هم که اخیراً باب شده و من خیلی نمیفهممش و اگه شما میفهمیدش بیاید منم شیرفهم کنید، شاید به دردم خورد. به نظرم حتی این آدم ها هم که ادعا میکنن، حتی پشتوانه علمی هم تراپیست ها و روانشناسا دارن، نمیتونن یه نسخه به آدم بدن که آدم حالش خوب بشه
و به نظرم این نسخه اصلا وجود نداره. یعنی این نسخه پیچیدنی نیست، همچین نسخه اصلا وجود نداره. اما راه حل چیه؟ راه چاره چیه؟ راستش من قبلا به شکل خیلی کلیشه‌ای میگفتم وقتی حالم بده میام بداهه پردازی میکنم. یعنی چی بداهه پردازی میکنم؟ یعنی بدون برنامه و بدون فکر میام شروع میکنم به انجام دادن کارهایی که به هم حس خوبی میدن. این کارها ممکنه گیم زدن باشه، ممکنه یوتیوب باشه، یوتیوب گردی باشه، ممکنه رفتن توی طبیعت و قدم زدن باشه، ممکنه دوچرخه سواری باشه، ممکنه معاشرت با یک دوست باشه. هرچند من اینجا هم یکم دارم میلنگم و مثل قبل آدم معاشرتی نیستم و خیلی کار دیگه مثل اسکرول کردن اینستاگرام و توییتر که خودمون میدونیم این دوپامین مصنوعی که این دوتا ترشح میکنن و میسازن برای آدمیزاد واقعی نیستن، مصنوعی هن. اما خب چاره دیگه ای نداریم، مخصوصا من که توی برره هم زندگی میکنم. این برره که میگم واقعا برره است، فکر نکنید دارم اغراق میکنم. اگه سریال شبهای برره رو دیده باشید و اینجا رو بشناسید، شهر محل سکونتم رو، یا کمی با من معاشرت کرده باشید و از نزدیکانم باشید، میدونید که به معنای واقعی کلمه اینجا برره است و اغراق نمی کنم. و توی شهری من دارم زندگی میکنم که حتی شهرستان هم نیست، شهره که نه کافه داره، نه کتابخونه داره، نه کتاب فروشی داره، نه یک پاتوق ارزشمندی داره. حالا این پاتوق ارزشمندم خودش خیلی کلمه گنده‌ایه، ولی یه شهر درست حسابی 4 تا گالری داره، 4 تا کنسرت میذارن، 4 تا نمایش برگزار میکنن، یا نه حداقل 4 تا کافه داره، یه کتاب فروشی داره. اما شهر، یا بهتره بگم دهاتی که من توش هستم، هیچ کدوم از اینا رو نداره و آدم حس زندانی بودن پیدا میکنه و عملا تو زندانی میشی توی اتاقت و این ابعادی که دارید میبینید، این قسمت از اتاق که دارید میبینید، این جایی که 24 ساعت من این تو میگذره. یعنی اینجا میخوابم، اینجا کار میکنم، اینجا گیم میزنم، اینجا معاشرت میکنم، همه چیزم داره اینجا میگذره و خود همین میشه یه عامل افسردگی و ناراحتی. اما چه کنم که شرایط فعلا طوری نیست که بتونم از اینجا بکنم. ولی وقتی این حال بدتر میشه که آدم از اینجا بره بیرون، بره پیش دوستاش، بره پیش یه شهر خیلی بزرگ، بره تهران و ببینه همونیه که هست و وضعیت همونیه که هست. این آقای احسان عبدی پور یه فیلمی داره که من زمان جوونی دیدمش به اسم تیکاف، که یه دیالوگی رضا یزدانی داره خیلی مضحکه. این تو من الان مجبورم یه کوت بیارم از رضا یزدانی و احسان عبدی پور، ولی خب که میگه به پگاه آهنگرانی توی صحنه میگه که یه وزوزی توی گوشته که هر جا بری رهات نمیکنه، هر جا بری باهاته. و این وزوزه خود آدمه. یعنی تو 1000 تا تراپی بری، 1000 تا قرص بگیری، 1000 تا دوست داشته باشی، 1000 تا چیز خفن و جالب رو تجربه و زندگی کرده باشی و یک جای خیلی خوب هم باشی، حالا به نسبت دیگه، ما که خارج نرفتیم نمیدونیم اونجا چه خبره، میگن اونجا زندگی هست، ما که نرفتیم ندیدیم، ولی هر کجا باشی تو این وزوزه رو با خودت حمل میکنی و این نمیذاره حالت خوب بشه. چی کار باید کرد؟ نمیدونم. صرفاً فعلا قراره بیام میکروفون رو روشن کنم و از این بگم که چه خبر، چی کارا دارم میکنم، چیا رو دارم میبینم، چیا رو دارم تجربه میکنم و سعی میکنم تایم ویدیوها رو یکم کمتر کنم و سعی میکنم که مداوم و پیوسته بتونم این کار رو حفظ کنم و نگهش دارم، چون الان به یک روتین رفتاری تکرارپذیر نیاز دارم که من رو بلند کنه و اون باعث بشه که حرکت کنم. یه کارهایی دارم میکنم، هرچند کار خودم یه مدتی خوابیده، چون بدون تعارف هیچ درآمدی ازش ندارم و 6 ماهه که هیچ پولی در نیاوردم، این داره یکم سخت میشه
که تو هی انرژی و وقت و زمان که ارزشمندترین به نظر من دارایی میذاری توش، جوونی تو داری میذاری توش و هیچی ازش نمیگیری، اصلا منطقی نیست. اصلا بدون پول نمیشه زندگی کرد. اون فعلا خوابیده. دارم یه کارهای دیگه میکنم که اگه اونها به سرانجام و به اجرا رسیدن میام همینجا گزارشش رو خدمتتون عرض میکنم. اما خلاصه حرفم رو بگم، یه مروری هم بکنم به حرفایی که تو این 10-12 دقیقه زدم، اینه که اینجا قرار نیست به چیزی جواب بدم، صرفا از تجربیات خودم میگم و صرفا برای اینه که بتونم یک کاری رو تکرار کنم، حرفام رو بزنم، این حرفا تلمبار نشه و یک سری سوال مطرح کنم. اینکه ما چی کار کنیم حالمون خوب بشه و چرا حالمون خوب نمیشه. الان که دارم این ویدیو رو میگیرم شاید نرمال و عادی به نظر برسم، اما ته چاه افسردگیم و دارم با افسردگی ناشی از حاصل از بیکاری و بیپولی میجنگم که بیام بیرون. و اینجا صرفا یه مستمسکیه که منو از این وضعیتی که توش هستم کمی بکشه بیرون. نمیدونم موفق خواهد شد، موفق خواهم شد یا نه. صرفا دارم با شما جلو میرم من هم که ببینم این آدم قراره چی به سرش بیاد.